خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای محمد انصاری حفظه الله و رعاه و افتخار میکنیم که الحمدلله ما چنین استاد توانمندی خداوند متعال به ما عنایت نموده. از الله متعال خواهانیم که همیشه این برادر بزرگوارمون در کمال صحت و عافیت بمانند. اما در رابطه با آخوند حسینی یا همون آخوندی که با چند تا نام مستعار میاد زنگ میزنه و با مغلطه و سفسطه میخواه عقیده کج و باطل خودش را به مسلمانان ارائه بده، آقای آخوند گمراه، با که طرفی شما؟ اینجا الحمدلله اهل سنت استادانی با علم قرآن و سنت پیامبر مسلح هستند. انشاءالله با دروغ و مغلطه عقاید کج و کور خود را انشاءالله نتوانست به مردم، به خورد مردم داد. الحمدلله الحمدلله دیگه اون دوران به پایان رسیده، همه مردم بیدار شده اند و دارند گروه گروه انشاءالله به قافله اسلام مسلمین میپیوندند. الحمدلله انشاءالله عقاید شما دیگه انشاءالله در آینده مشتری نخواهید داشت جز اون کسانی که مزدور هستند و با پول نفت و درآمدهای کشور فقط اون چند نفری میتونن از شما پیروی کنن. انشاءالله خیلی تشکر میکنم از وصال و از کسانی که این شبکه توحیدی را تأسیس کردند. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم، خدا حافظ شما. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوارمون و از احساسات پاک ایشون.